تو؟ این تو هستی؟ لطفاً بگو. این رو میخواهی؟ بگیر. تو نقابت رو نکشی، انگشترین رو نمیدهم. اول چهرت رو میبینم، بعد انگشترین رو میدهم. این انگشترین رو باید گیرم. انگشترین زهر از آن من است. بکش این رو. بکش نقابت رو. نقابت رو بکش. نقابت رو بکش. بکش نقاب رو. باز گرفتن توانستم. نقابی برادرم ایکو با خدا بوی کلتکلس میکنه. من میدونستم که تو زنده ای، میدونستم. این همون ابله نیست مگر؟ ایست! بچه بیس تو خطا میکنی. بچه کسوما میدارونی با خدا کسوما چکل مرا بکل زدی. کمال بچه کی بود؟ شوکت ایکو؟ شوکت؟ تو چرا انگشترین ما رو گرفتن میخواهی؟ ما از کوههای بلندیم و ما پسی نمیزیبل. ما را شنیدیم؟ ابلهی بناموس، من تو را میکشم. عزمی جان بچه کمیسر بگید یه اونا را. مسئله حل چیگه پس اینجا ها؟ بسم الله. همکار، این برادری کرتکل شوکت است. با اتاق خانم زینب در آمده است. ابله ای بچه خدا بود ترس. با خدا کمیسر تو اومدم کدیستان. دم تبگی کرتکلس رو دیدم میگوید. دیدم راست میگم. این همین نقاب در سر همون بود. بوی کلس کدیستان. این بو کشته. ای شوکت، یک بار سرت رو در بالا گرفتار نکن. در بالا سرت رو گرفتار نکن. یعنی بیشرف نقاب پوشیده پنهانی به قصر می آمده است. آخر عزمی جان خوب او کلاس بود. یعنی کافی سخیر کنی یک قرار دهید کلتکلس بود یا نبود. آخر خانم منیز ما هم خودمون همین را فهمیدن میخواهیم. شد همکار، من با این گپ میزنم. تو با خانواده ادرم. وقت دیر شد. من میرم. من لکن زبایل سلام شوکت بزرگم پیش رو. ایستت نکنه. آرام شو. تمام بیاره بیبریم. تمام. ای سرزی مرا با او مرا بخلا میزنه. شوکت کمالی بدبخت. حالا ای کوچه ما میگذری یکان روز. مرا گوش کن. تو چی در داری؟ اقلا یک بار سرت رو در بالا نگذاری میموری. آخه کمیسر من هم نمیخوام که سرم در بالا مونم. ای پس همون زوغی سیاه دویدم نکی میدونم که همون برادری ماه. برادرت مرد شوکت. فهمیدی؟ خیال را بس کن. مرد. آخر کمیسر نمرده است. من میدونم. حس میکنم که زنده است همون بدبخت. شوکت دیگر تو را نجات نمیدیم. دیگر روبروی من نبرو. فهمیدی؟ با خدا تو را با درون میپرتایم. مینت نکه. خیر تا بازدید.
هم میگه روبروم نبرم و میگه تو بزدید. عجایب بود.